در ویدیوهای قبلی این مسئله رو به روش معمولی حل کردیم. اکنون می‌خواهیم این مثال رو به روش متعارف به نام جسم سه نیرویی دوباره حل بکنیم. در حل مسئله قبلی دیدیم که هر سه نیروی وارده به این جسم به طور خودکار در مرکز دایره همرسند و دلیل این امر این بود که عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی که به سطح دایره عمود هستند حتما از مرکز دایره میگذرن و طبق داده‌های مسئله امتداد جرم متمرکز به وزن W هم از مرکز دایره میگذشت. در نتیجه برای ادامه حل باید از شرط مثلث شدن این سه نیرو استفاده بکنیم. با توجه به اینکه این مثلث به صورت قائم الزاویه و متساوی الساقین هست، یعنی این دو زاویه 45 درجه است، امتداد بردار B با محور قائم مساوی 60 درجه میشه. به این علت که این زاویه 45 درجه است، زاویه میله با محور افقی 15 درجه است. پس در این مثلث قائم الزاویه به این صورت این زاویه میشه 60 درجه و در نتیجه این زاویه میشه 30 و این زاویه میشه 60. این زاویه همین زاویه امتداد B با محور قائم هست. اکنون سه نیروی وزن، عکس‌العمل A و عکس‌العمل B رو با محدودیت‌های مربوط به امتداد وزن که قائم رو به پایین هست و مقدار وزن که W هست و اینکه زاویه B با محور قائم 60 درجه است و در نتیجه زاویه A با محور قائم 30 درجه است رو به این صورت رسم می‌کنیم. با توجه به توضیحات قبلی مشخص است که این مثلث قائم الزاویه است. در این مثلث قائم الزاویه این ضلع و زاویه بینش معلومه. با توجه به اینکه مقدار این ضلع یعنی W تقسیم بر سینوس زاویه مقابلش یعنی سینوس 90 یعنی 1 مساوی است با مقدار A به سینوس مقابلش یعنی سینوس 60 و مساوی است با مقدار B به سینوس مقابلش یعنی سینوس 30. به راحتی با این رابطه ساده مقادیر عکس‌العمل‌های A و B به دست میاد. همچنین در ادامه حل مسئله برای تعیین مقدار مجهول X به سادگی در مثلث نشون داده شده با خط آبی رنگ مقدار X تقسیم بر
سینوس 30 درجه مساوی میشه با مقدار R تقسیم بر سینوس 105 درجه و با توجه به معلوم بودن زوایای مقابل X و R به سادگی X بر حسب R به دست میاد. مقدار X بر حسب R از رابطه ساده سینوس ها به این صورت به دست میاد. با توجه به رابطه بین L و R که L بود R رادیکال 2 و جایگذاری مقادیر مورد نظر، مقدار X به سادگی به این صورت به دست میاد. برای محاسبه مقدار سینوس 105 نیز میدونیم که 105 رو میتونیم به صورت جمع دو مقدار 60 و 45 درجه بنویسیم و بعد با استفاده از روابط مثلثاتی که در دبیرستان آشنا شدیم این محاسبات ساده برای تعیین X رو انجام بدیم.